چگونه یک سلایت از حجره نباتی را تهیه کنیم؟ برای تهیه یک حجره نباتی وسایل و موادی که ما و شما لازم داریم: یک پایه میکروسکوپ، یک دانه پیاز، چاقو، سلایت، کاور سلایت، محلول متلین بلو و یا میشه از محلول آیودین استفاده کنیم و چاقوی برش. روش کار چه قسم است؟ اول ما و شما میگیریم یک پیاز پوست میکنیم یا پوست جدا میسازیم. بعد از این پیاز ما و شما یک برش میزنیم، یک قسمت کمکش در نظر میگیریم. مرحله بعدی چی کار میکنیم؟ با استفاده از پنس، البته من قبلا پیاز پوست کردم و با استفاده از چاقو خردش ساختم و توته خوردم با استفاده از چاقوی لابراتواری آماده ساختم. در این مرحله چی کار میکنیم؟ ما و شما میگیریم یک پوسته نازک که در بین پیاز وجود داره، بر مطالعه حجره نباتی یا ساختن سلایت حجره نباتی از این استفاده میکنیم. من میگیرم این طبقه را توسط پنس جدا میسازم، فقط یک اندازه کوچک. بعد چی کار میکنیم؟ ما شما را بالای سلایت پاک خود قرار میتیم به شکل خوب درست که هموار باشه. فعلا نمونه رو ماندیم بالای سلایت. در مرحله بعدی به خاطر از اینکه ما و شما بتانیم اجزای حجره را، مخصوصا هسته حجره را به شکل واضح ببینیم، از یک محلول رنگی استفاده میکنیم که من محلول متلین بلو را گرفتم و یک مقدارش رقیق ساختم به خاطر که بهتر نتیجه بگیریم. با استفاده از قطره چکان یک اندازه کمی از این محلول بالای نمونه خود قرار میدیم. وقتی محلول قرار دارید بالای نمونه، حالا مرحله است که باید کاور سلایت قرار بده. با استفاده از پینس من میگیرم کاور سلایت بالای نمونه قرار میدم، البته با یک زاویه ای که هوا زیر کاور سلایت نمونه یا حبابای هوا نمونه. سلایت ما آماده شد. اینو چی کار میکنیم؟ در مرحله بعدی میکروسکوپ روشن میسازم تا منبع نوریش فعال شود. به خاطر گذاشتن سلایت همیشه کوشش کنین که تخت سلایت یا صفحه سلایت در پایین ترین حالت قرار داشته باشه، یعنی بالا نزدیک عدسیه ها قرار نداشته باشه که ما شما راحت بتونیم سلایت خود روی صفحه میکروسکوپ جای به جای بسازیم. گیرای سلایت دور میسازم و سلایت اینجا جای به جای میسازم. اینو چی کار میکنیم؟ پیش از اینکه شما از عدسیه استفاده کنین یا از عدسیه ها کار بگیرین، اول سلایت با استفاده از پیچ های تنظیم کننده صفحه و خود سلایت ایرا نمونه تانه در مرکز قرار میتین یا در قسمتی که نور از پایین میفته بالای سلایت در اینجا قرار میتین که میشه ما و شما توسط از پیچ در قسمت تشریح میکروسکوپ گفتم صفحه میکروسکوپ حرکت بدیم و توسط از این سلایت تنظیم کنیم. فعلا ظاهرا سلایت ما در مرکز، نمونه ما در مرکز قرار داره. اینا رو میریم بررسی میکنیم. برای از اینکه شما شروع کنین بررسی نمونه تان کوشش کنین با عدسیه با کمترین بزرگنمایی، یعنی عدسیه‌ای که بزرگنمایی کمتر داره با او شروع کنین. من عدسیه 4 در نظر میگیرم، فعلا آماده است. با استفاده از پیچ تنظیم کننده سره اول آماده میسازم یا نمونه خود زیر میکروسکوپ پیدا میکنم. و محض اینکه نمونه پیدا شد زیر میکروسکوپ، شما برای شفاف ساختن از اینکه نمونه رو واضح و خوبتر ببینین از پیچ های تنظیم کننده ضعیف کار میگیرین. فعلا من نمونه رو پیدا کردم تحت میکروسکوپ و بسیار به شکل منظم و واضح ما و شما میتونیم حجرات پیاز در اینجا مشاهده کنیم.
فعلا شما میتونید حجرات پیاز بسیار به شکل واضح و منظم ببینید. برای از اینکه عدسیه رو تغییر بدین، یعنی قدرت بزرگنمایی رو بالا ببرین یا کم ببرین، کم بسازین، ما شما چیکار میکنیم؟ یک اندازه صفحه میکروسکوپ پایین میبرم، عدسیه هایی که نسبتا طویل‌تر است یا درازتر است، یکی از عدسیه ها رو با بزرگنمایی بیشتر در نظر میگیرم و دوباره میبینم که نمونه ما شما چطور معلوم میشه. نور یک اندازه زیاد است، میشه ما شما نور از اینجا تنظیم کنیم به خاطر که بهتر، واضح‌تر، خوبتر ببینیم. به شکل با استفاده از پیچ‌های تنظیم کننده کم ما میتونیم شفافیت بیشتر و خوبتر بسازیم. فعلا شما میبینین که نمونه تحت میکروسکوپ بسیار به شکل واضح با استفاده از محلول میتونیم یک تعداد اجزای بیشتر حجره مخصوصا هسته را ببینیم که یک حجره پیاز چه شکل داره، دیوارای حجروی چه رقم است و اجزایی که در داخل حجره قرار داده به چه شکل معلوم میشه. این روش کار یا روش تهیه یک سلاید از حجره نباتی که ما شما میتونیم به شکل یک سلاید از حجره نباتی را تهیه یا آماده کنیم.